شان خیر و مقدم میگویم. من منیر حبیب ساکن شهر خارو به شما دو اطلاع و یک درخواست دارم. اطلاع یکمی من این است که در کدام دولتی که برای مثال نفت بسیار است در اوجا بنزین ارزان است، در کدام دولتی که جنگل است در اوجا چوب و تخته ارزان است، در ما آب قریب که ما را میبرد ولی که نرخ برق 18 درم است، 18 درم است و با کارمندان شرکت پامیر انرژی گپ زنا میکنیم. اونا ما را میگن که ما با شما شرطنامه داریم. شرطنامه کلام الله نیست که او را دیگرگون کنیم. وای را به قرب اسرار خارجی از ما میستانند. چند دلار بالا میرود، همین قدر نرخ برق از ما بالا میرود. ما نمیدونیم این به یگان بدبختی آورده میرساند. جناب عالی این را دیدن لازم است. اطلاع یکمی نه.